دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما رو از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های امروز. ساعت در دوشنبه 8. دونالد ترامپ پیشنهاد کرد مقررات دریافت گرین کارت یا کارت سبز ایالات متحده که دارنده آن اجازه کار و اقامت در آمریکا را پیدا می‌کند بازبینی شود. طبق پیشنهاد ترامپ، مهاجران زباندان، پولیاب و صاحب کسب و کاری برای آمریکا مفید برتری خواهند داشت. با گفته رئیس جمهور، قرعه‌کشی فعلی راه را برای ورود شمار زیادی مهاجران کم درآمد باز کرد که از حکومت کمک اجتماعی می‌کنند. او روز 2 آگوست گفت: این یک روند خواهد بود که با راه سبقت و انتخاب جریان میگیرد و به داوطلبان ارج میگذارد که به زبان انگلیسی صحبت میکنند، از جهت مالی خودکفا هستند، به خانواده های خود کمک میکنند، مهارت نشان میدهند و در اقتصاد ما سهم میگذارند. برنامه زرایس جمع آوری با ایگری های امریکا از جانب مهاجران نو را منع میکند و از آواره‌شوی کارگران امریکایی جلوگیری میکند. ساختار فعلی دریافت حق اقامت آمریکا سال 1990 قبول شد. از روی این مقررات دریافت گرین کارت را نتیجه قرعه‌کشی معین می‌کند. در این سبقت شهروندان کشورهای اشتراک می‌کنند که روند مهاجرت آنها با ایالات متحده نظررس نیست. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، انتخاب دوباره حسن روحانی به مسند رئیس جمهور را تصدیق کرد. او گفت که من رأی ها را تصدیق و شما را برای دور دوم پرزیدنت جمهوری تعیین میکنم. در این مراسم که روز 3 آگوست در تهران برگزار شد، مقامات رسمی ایران و مهمانان عالی مقام خارجی حضور داشتند. روحانی 68 ساله که خود را سیاستمدار معتدل میشمارد، ماه می امسال برای دور دوم رئیس جمهور انتخاب شد. حسن روحانی در این جمع آمد به اتحاد دعوت کرد، اما قول داد که تلاش‌هایش را برای رشد روابط ایران با جامعه جهانی ادامه خواهد داد. دیمیتری مدودوف، نخست وزیر روسیه، گفت بعد از اعلان تحریم‌های نو آمریکا، امیدهای کرمل برای بهبودی مناسبت با مأموریت کنونی ایالات متحده به پایان رسیدند. او روز 2 آگوست گفت ضد روسیه جنگ تجارتی کامل اعلان شده است. به قول مدودوف این تحریم‌ها 10 سال‌ها ادامه خواهند کرد، زیرا خصوصیت فراگیر داشته پرزیدنت آمریکا نمی‌تواند آنها را به رضایت کنگره لغو کند. به نظر نخست وزیر روسیه، مناسبت واشنگتن و مسکو نوابسته از هیئت کنگره و شخصیت پرزیدنت ایالات متحده بدتر خواهند شد. رئیس حکومت روسیه افزود تلاش‌های کشورش برای رشد ساحه اقتصاد اجتماع ادامه خواهند یافت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 2 آگوست با امضای قانون ضد روسیه تحریم‌های نو اعلان کرد. این لایحه قانون را پیشتر سنت آمریکا به تصویب رسانده بود. مجتهد معروف اوکراینی ولادیمیر کلیچکو در 41 سالگی از باکس رفت. کلیچکو در یک مراجعه ویدیویی به مخلصانش گفت که بعد این از پی پیشبرد برند خصوصیش می شود. من هیچ باور نداشتم که چنین کارنامه طولانی و موفق ورزشی خواهم داشت. من از صمیم قلب به همه شما تشکر میگم، گفت کلیچکو در مراجعه ویدیویی روز 3 آگوست به مخلصانش. استعفای کلیچکو در حال اعلان شد که او ماه اپریل در دور 11 بازی‌های قهرمانی جهان از انتونی جوشوا، ورزشکار 27 ساله بریتانیا، شکست خورد. کارنامه ورزشی ولادیمیر کلیچکو سال 1996 زمان شروع شد که او در بازی‌های قهرمانی جهان در افینا مدال طلا به دست آورد. ولادیمیر کلیچکو از 69 محاربه در 64 تاش پیروز شده و عنوان قهرمانی گرفت. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک روز 2 آگوست مرافع دادگاهی وکیل پیشین و سیاستمدار مخالف صادر جعفرов را به آخر رساند. او از روی چند ماده جنایی 11.5 سال زندانی شد. صادر جعفرov از جمله با مدعای تهدید قتل، گروگانگیری، اوباشی، استفاده زور نسبت به نماینده حکومت مجرم شناخته شد. گپ درباره گردهمایی 7 اکتبر سال 2013 در شهر قراقل می رود. بعد حکم وکیل دفاع صادرov گفت که از قرار دادگاه راضی نیست. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. فرقت وطنov، ساکن 24 ساله شهر دوشنبه که سال گذشته با تلاش پدرش از راه سوریه به تاجیکستان برگشت، آخر هفته گذشته ازدواج کرد. در همین روز محمد محمدیف، ساکن 26 ساله پایتخت تاجیکستان که در سوریه سرباز داعش بود، به 13 سال زندان محکوم شد. مومن احمدی گزارش را ادامه می‌دهد. هفته گذشته زمانی که فرقت همسر آینده‌اش را به خانه پدرش می‌آورد، دادگاه حکم محمد را 3 ساعت قرائت کرد. او را به اشتراک مسلحانه در جنگ‌های سوریه و کمک طبی به پولکونیک فراری گلمراد حلیموف ایبدار کردند. فرقت را پدرش ماه ایولی سال 2016 از ترکیه به وطن برگردانده به مقامات تسلیم کرد. محمد را آخر سال 2016 مقامات ترکیه در اطراف منبج سوریه بازداشت کرده و ماه ینور سال 2017 به مقامات تاجیکستان سپردند. به نظر می رسد که آغاز راه این دو جوان شبیه هم است، ولی پایان راه برای هر یک شکل دیگر دارد.
این دو ساکن شهر دوشنبه 3 سال پیش با عقیده‌های گروهی تندرو در روسیه گرویدند. امرالدین وطنوف پدر فرقت وطنوف که دندانپزشک است در همکاری با مقامات ماه یولی سال 2016 یک روز پیش از سفر پسرش به سوریه او را پیدا کرد و به وطن برگرداند. فیض جان محمدیف پدر محمد که راننده مسافرکش است در حالی از پیوستن پسرش به دیش خبر یافت که مقامات انتظامی او را برای صحبت دعوت کردند. این دقیق همان وقتی بود که نوارهای تبلیغاتی محمد محمدیف و هم عقیده‌هایش از قلمرو تحت نظارت دیش فرقت را برای رفتن به جنگ سوریه جلب می‌کرد. فرقت نیز کارش را در روسیه سال 2015 از دست داد و در شبکه‌های اجتماعی برای خود راه نجات می‌جست. معمولاً والدان و پیوندان دیگری متهم در عضویت به گروه‌های افراطی آنها را بچه‌های خوب توصیف می‌کنند و از پیوستنشان به این گروه‌ها اظهار حیرت می‌کنند. امرالدین وطنوف پدر فرقت می‌گوید همه فرزند برای پدر بچه خوب است، اما از تجربه‌اش به یاد می‌آورد و می‌گوید در فرصت کمی که پسرش از او دور بود برای تروریست شدنش کافی بوده است. طی 2 ماهی که او در محبس بود برایش روانشناس برد که خیال‌های خطرناک را از ذهن پسرش دور کند. وطنوف پسرش را خانه‌دار کرد تا فکرش به زندگی تازه جلب شود. فیض جان محمدیف پدر محمد پس از استرداد پسرش از ترکیه در 6 ماه پیش او را بار هم ندیده است. محمدیف برای حمایت پسرش وکیل دفاع هم نگرفت چون به قول خودش دولت می‌داند که با او چی کار کند. از بالای 13 سال حکم زندانی پسرش به دادگاه زینه بالایی نیز شکایت بردنی نیست. فیض جان محمدیف پدر محمد می‌گوید پس از رفتن پسرش به سوریه و بازداشت و استرداد او زندگیش تغییر یافت. نزدیکان با او همچون پدری تروریست مناسبتی سرد میکنند و خودش هم خجالت میکشد که به معرکه هم محله ها برود. امرالدین وطنوف پدر فرقت میگوید پیروی پسرش از جرارترین گروه تروریستی داغ سیاه در صحیفه زندگیش بود، ولی میگوید با برگردانیدن پسرش از جاده پرخطر و بدنام کننده خود را در نزد مقامات و جامعه سفید کرد. گزارش مومن احمدی را شنیدید. باید گفت که بسیاری از آنهایی که با احساس پشیمانی به وطن برگشتند و گفته همصحبتان ما ظاهراً به داعش نفرت دارند. کارهای مختلف و وزن کشاورزی، تازه کردن شاهراه‌ها، شستشو و خدمت‌رسانی در توی‌ها و تعداد دیگری مانند به این کارها را یک گروه زن‌های مرزکار در ناحیه رودکی با فرمایش کارفرمایان تقریبا هر روز به اجرا می‌رسانند. عبدالله اشرف در این باره جزئیات بیشتر می‌دهد. این گروه زنان مردکار را در آغاز فیروزه صابر و ساکنی دهه سرکشتی ناحیه رودکی همراه با 3 دخترش تأسیس داد. حالا شماره آنها تقریبا به 70 نفر می‌رسد. فیروزه صابر و رهبر این گروه روز 3 اوگوست گفت بنابر بیکاری مردان خانواده و روزگار سخت دست به این کار زدند. شرایط زندگیمون قیم بود و ما همین کار تشکیل کردیم. اعضای این گروه را زنهای خانشینی از 18 تا 55 ساله تشکیل می‌دهند. این زنها برای اجرای کارهای بعضاً مشکلی فرمایشی در یک روز از 25 تا 40 سومانی دریافت می‌کنند. فیروزه صابرا میگوید که برای مثال صاحبان زمین‌ها زنگ زده کار معاینه را پیشنهاد می‌کنند و آنها را طریق ماشین به سر زمین برده و پس از انجام کارهای کشاورزی تا خانه‌هایشان می‌رسانند. صاحب زمین زنگ میزنه پیشنهاد میکنه، ما آدمای خونشین جمع میکنیم، ماشین قطعی میرن در سر زمین میمونیم، کار پیش میبریم، تمام میکنیم، با خونه رو میبریم میمونیم. اکثر افراد این گروه زنانی هستند که باری روزگار به دوششان افتیده است و نیز احساس کردند که باید در شرایط امروزه برابر با مردان کار کنند و به خانه نان بیارند. گلرخسار سفرова یک عضو این گروه میگوید من تشخیدم 8 سال شوهرم در ترمه بود. با این خیز صد باشه گفت 10 ماشین برآمدگی مازش نیسته. کوشش آرم که با هم کار پیش ببرم. گروه خدم قطعی امی فیروزه خانم کسب یاد گرفتم. میخوام که با هم کار پیش ببرم با زندگی وایشه. انجام دادن کارهای مختلف مردانه برای این گروه زنان یک عملی معمولی شده است. کارفرمایان میگویند استفاده از زحمت این گروه به خاطر آن است که به فرق از مردها این زنها فرمایش را صادقانه و سری وقت انجام میدهند. مایدگل نظرova یک عضو این گروه میگوید مشکلی نکیم که خیلی مجبور میشه پیش برای زندگی برای فرزنده. در شهر دوشنبه و منطقه های تاجیکستان از حساب افراد بیکار بازارهای مردکاری تأسیس شده است که معمولا در این بازارها مردان کارهای مختلف را انجام میدهند. اما این بار اول است که تعداد از زنان قابل کار متحد شده گروه زنان مردکار را تأسیس دادند. عبدالله اشرف بود که درباره یک گروه زنان مردکار در ناحیه رودکی گزارش میداد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان حدود 30,000 نفر بیکاران ثبت نام شده است که در میان آنها زنها نیز هستند. صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبر و گزارش های رادیو آزادی را روی موج 174 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسف شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب ها را می توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 174 FM